جوان توجیک 18 ساله با نام اوتابک که در نویه پرولتار شهر طول زندگی میکرد با جرم افراطگرایی جریمه بسته شد. در این باره روز 29 سپتامبر تلگرام کانال طول اکستریمیسم خبر داد. بنا به اطلاع این منبع، جوان توجیک در پایتخت کارخانه های سلاحی روسیه در یگان جا کار نمیکرد و از بس که گمان داشت که بچه های بد همیشه به دخترها بیشتر خوش میآیند، اوتابک هم روح رمانتیکای بلکنوی رو پیش گرفته صحیفه خود را در شبکه اجتماعی به منبر ترغیب ایدئولوژی افراطی زندانیان اتحاد جنایی زندانیان تبدیل داده است. گفته می شود در خبر دادگاه نویه پرولتار این محافظ خودخوانده را در ترغیب افراطگرایی گناهکار شناخت. اولین بار در عمرش جریمه بست. کانال طول اکستریمیسم با اشاره به اینکه این جوان توجیک را می توانند برای افراطگرایی از روسیه اخراج هم کنند می نویسد اگر اوتابک به چنین رفتارش دوام دهد در آینده مجبور می شود برای به دست آوردن دل دختران در تاجیکستان مبارزه برد. این اولین مورد در روسیه به تبلیغ حرکت بین المللی اتحاد جنایی زندانیان که فعالیتش در روسیه همچون سازمان افراطی منع کرده شده است عیبدار شدن زادگان تاجیکستان نیست. خدمات مطبوعات ریاست نقلیات پلیس افضای فدرالی قفقاز شمالی روسیه روز 9 سپتامبر خبر داد که کارمندان پلیس در فرودگاه پلاتوف شهر نوچرکاسک یک شهروند 21 ساله تاجیکستان را که از خوجند آمده بود برای پوشیدن فوتبالکه با رمز یک سازمان افراطی در روسیه ممنوع دستگیر کردند. این جوان تاجیک را به شعبه پلیس فرودگاه پلاتوف بردن نسبت به او بر اساس قسم یکم ماده 20 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه با اتهام تبلیغ سازمان‌های افراطی یا دیگر رمزهایی که در مظهر عام نمایش دادن آنها قانون‌های فدرالی روسیه منع کردند پروتکل مأموری ترتیب دادند و این شهروند تاجیکستان بر اساس این بند قانون روسیه همچون جزا تا 15 شبانه روز حبس مأموری تهدید میکند.